تا حالا دقت کردی وقتی استرس داری ضربان قلبت تند میشه، کف دستات عرق میکنه و نفست سنگین‌تر میشه؟ اما چرا این اتفاقا میافتن؟ بریم سراغ یکی از پیچیده ترین واکنش های بدن انسان، یعنی پاسخ استرس یا همون fight or flight. وقتی ذهنت احساس خطر کنه، حتی اگه اون خطر واقعی هم نباشه، مغزت بخش کوچیکی به اسم آمیگدالا رو فعال میکنه. آمیگدالا مثل آژیر خطر عمل میکنه و به غده هیپوتالاموس پیام میده تا بدن رو آماده جنگ یا فرار کنه. در عرض چند ثانیه غده های فوق کلیوی هورمون های مثل آدرنالین و کورتیزول رو ترشح میکنن. این یعنی ضربان قلب بالا میره، مردمک چشم گشاد میشه، خون از معده میره سمت عضلات و مغزت هوشیارتر از همیشه میشه. بدنت آماده بقاست، حتی اگه فقط یه ایمیل عصبی دریافت کرده باشی. ولی نکته مهم اینجاست، اگه استرس کوتاه مدت باشه مفیده، اما وقتی استرس طولانی باشه کورتیزول بالا باعث میشه سیستم ایمنی ضعیف بشه، تمرکزت پایین بیاد، حافظت آسیب ببینه، حتی خوابت به هم بریزه. بدنت توی حالت هشدار دائم میمونه و این مثل اینه که موتور یه ماشین همیشه روشن باشه و هیچ وقت خاموش نشه. راهش ساده تر از چیزیه که فکر میکنی. چند نفس عمیق، چون اکسیژن زیاد باعث کاهش آدرنالین میشه. پیاده روی یا تحرک سبک، چون بدن فکر میکنه تهدید تموم شده. نوشتن افکار روی کاغذ، چون مغز دیگه لازم نمیدونه اونها رو نگه داره. پس دفعه بعد که استرس گرفتی بدون که این فقط یک واکنش هوشمند از سمت بدنه برای محافظت از توه. یادت باشه تو خطر نیستی، فقط مغزت فکر میکنه که هستی.